پروینه با وجود آنکه 2 سال پیش رسما از شوهرش جدا شد، اما گرفتن طلاق اسلامی برایش دست نمیداد. شوهر سابق هیچ شرط نگذاشته بود ولی نمیخواست او را رها کند. هرچند خودش عائله نو بنیاد کرد، پروینه از دوستانش آگاهی یافت که میتواند طریق شورای علمای کشور طلاق مسلمانی را از شوهر سابقش بگیرد. میخواست که طلاق من نمیخواست دادن شوهرم، میخواست که من با جای زنی دویمش باشم، نه که موچش نفهمم، موچش میترسید. فتوا گرفتم که شوهرم نمیخواست طلاق دادن. حاضر شوهر دارم، خدا با شکر زندگی من نقص. در جامعه سنتی تاجیکستان نکاح مسلمانی نسبت به عقد رسمی برتریت دارد و معمولا قبل از ازدواج انجام داده می شود. طبق آمار امسال به هر 1000 ازدواج حدود 150 طلاق راست آمد. متناسباً شماره طلاق‌های مسلمانی نیز همین قدر و یا از آن بیشتر را تشکیل می‌کند. اگر رفت زن حامله باشد تا زمان تولد باید که در خانه شوهر باشد، یا رفت اگر باشد زن حامله نباشد، اگر طلاق شود اگر باید که 3 بار عادت ماهانه یعنی بی‌نمازی، گلدامنی یا اینکه عادت ماهانه خود را ببیند، تا اون وقت باید این عیده خود را در خانه شوهر سپری کند. در شورای علما راجع به آنکه چی مقداری از شوهران بعد جدا شدن از همسرانشان به آنها طلاق مسلمانی نمیدهند معلومات دقیقی ندارند. شورای علما در حال فتوای طلاق به زن را می‌دهد که همسرش بیش از 4 سال با او زندگی ندارد و عائله را تامین نمی‌کند. بعضی این مردها طلب میکنن که از همون مالی که در وقتی توی مصرف کلان کردن میخوان که بعضی اون مصرف رو بر اونها گردونده تیان و بعضی اونها علت‌های دیگر رو میگیرن و خود رفته در خصوصا در مهاجرت مهنتی عائله نو بنیاد میکنن و اما همسر خود را رها نمیکنن. به قول روانشناس فرزانه شریفزاده، حالت‌هایی که مرد از دادن طلاق اسلامی به همسر سابقش سرپیچی میکند به مراتب بیشتر است. اکثرا مردان با این وسیله قصاص میگیرند، زیرا در چنین حالت زن دوباره عائله بنیاد کردن نمیتواند و در چارچوب زندگی حیران میماند. نه شوهری نو کرده میتواند و نه برگشتن به نزد شوهر سابقش، یعنی او با هیچ کس زندگی نمی کند و از کسی هم نمیتواند منتظر کمک باشد. خود شما نیز میدانید در شرایط کنونی الیمنت نوچیزی که پرداخت می شود تقریبا به هیچ چیز نمی رسد. 300 400 و در کمترین حالت ها 500 سومانی برای تامین کودکان کم است. تحلیلگران راه حل مسئله را در راه اندازی قرارداد حتمی نکاح و درج طلاق اسلامی را در آن می‌بینند. حالا چنین شرطنامه‌ها اختیاری بسته می‌شوند و به گفته مسئولان اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی خیلی کم اتفاق می‌افتد.